نحمده و نصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مهمانان گرانقدر، متنفذین و شخصیت‌های معزز قوم بلوچ، نخبگان و سرداران گرانقدر و حاضرین محفل اریک، تیوریسن الحاج سرسردار غلام نبی خان بلوچ، رئیس شورای سرتاسری انسجام و وحدت اقوام بلوچی افغانستان، محترم پوهاند عبدالحزیم هیوادوالی بلوچ، رئیس شورای ولسوالی شکردره کابل، استاد دانشمند دکتر سید محمد اکرمی عظیمی، استاد محمد امایونی پژمانی بلوچ، دکتر سید اشمت الله خانی بلوچ، سرداری با عزت قومی بلوچ جناب نقیب الله دهقانزاده، رئیس سخی محمد خانی بلوچ، رئیس شورای اقوام بلوچی ولسوالی بگرامی جناب عالی قدر عبدالهادی ناصری مشاور وزیر اسبق و معاون شورای اقوام ناصری، رئیس محمد اکرم خان زمچی رئیس شورای تخار و جمع سرداران و نخبگان ملت بلوچ حاضر در این نشست، سلام و درود بر شما. محترما، تشریف فرمایی شما را در نشست مشورتی و هماهنگی کنونی خوش آمدید و خیر مقدم میگویم. دوستان نهایت مهربان، مجلس و نشست کنونی به خاطر وحدت و همدلی و اخوت انسجام ملت بلوچ برگزار گردیده. موضوع مهم این نشست یاد بود از سردار نامدار بلوچ مرحوم مغفور قماندان حاجی محمد عوضخان بلوچ می باشد که از این شخصیت نامدار مجاهدی نستوی ملت بلوچ یاد بود به عمل آمده برای مرحوم مغفور که در این محفل کنونی ما و شما دو پسرشان محترم سردار محمد ذاکر خان و محترم قماندان شاکر خان بلوچ نیز حضور دارند، بر روح مرحوم مغفور طواف داعیه می نماییم. حاضرین محترم، رهبری شورای سراسری مصمم است مطابق نصایح و خواهشات شخصی مرحوم مغفور حاجی سید محمد عوضخان بلوچ در دوران حیاتش و توافق خواهشات متنفذین اقوام بلوچ منطقه ماورای کوکچه بخصوص ولسوالی های در قد ینگ قلعه خوجه بهاءالدین که حاجی قماندان مرحوم 40 سال بیشتر در خدمت اقوام بلوچی آن منطقه بوده، در جهاد مقدس بر علیه قشون سرخ شوروی و رهبری جهاد را داشته، اکنون در قید حیات نیستند و دارالبقا را به دارالفنا رخت سفر بستند. به خاطر تحقق آرمانهای مرحوم و فقدان رهبری در بین اقوام بلوچ، پسر ارشدشان سردار قماندان ذاکر خان بلوچ را جانشین پدر برگزیده. شما بزرگان کمرش را ببندید تا راه پدر را ادامه داده خدمتگزاری واقعی اقوام بلوچ در منطقه بوده باشد تا بتوانیم از یک طرف وحدت و انسجام را در میان اقوام بلوچ حفظ نماییم و از سوی دیگر آرزوهای مرحوم مغفور و نصیحت‌های مرحوم مغفور حاجی قماندان محمد عوضخان مغفور را تحقق ببخشیم، روح مرحوم مغفور را شاد بسازیم. در حاشیه این نشست رئیس شورای انسجام و وحدت ولسوالی شکردره محترم پوهاند استاد عبدالحزیم هیوادوالی بلوچ را به پاس خدمات ارزشمندشان تحسین نموده برایش توفیق خدمتگزاری بیشتر آرزو می نماییم. در ضمن از شخصیت وطن دوست محترم الحاج عبدالهادی ناصری معاون شورای اقوام با عزت ناصری و مشاور وزیر اسبق را به پاس خدمات شایسته ایشان که در کشور و مناسبات دوستانه و صادقانه ای که با اقوام بلوچ داشته، در حفظ وحدت بین اقوام عزیز ناصری و ملت شجاع بلوچ همیشه کوشا بوده و همچنان خدمات و تلاشه های شبانه روزیشان به خاطر آبادانی افغانستان، جلب سرمایه گذاری در کشور و صلح و وحدت و همدلی تلاشه های خستگی ناپذیر می نمایند. بدین ملحوظ از جناب شما و جمله سرداران ملت شجاع بلوچ نام برده را مورود تقدیر و تحسین قرار می دهیم تا بتوانیم همدلی و اخوت را در میان تمام اقوام عزیز افغانستان حفظ نماییم.
سرداران با عزت ملت بلوچ، اهداف اساسی نشست مشورتی کنونی را به شما بیان داشتم. آرزومندم بعد از ختمی برگزاری محفل داعیه اختتامیه نشست کنونی را جلالت مآب محترم سرمایه معنوی افغانستان محترم پوهان صاحب عبدالحزیم ایوادوال رئیس شورای وحدت و انسجام ولسوالی شکردره قرائت نموده محفل ما را اختتام ببخشند و من الله توفیق. خادم شما سردار حمیدالله سرپره بلوچ. یا اله العالمین یا مجیب السائلین هب لنا منک رشادا و سدادا و یقینا رب جملنا بعلم واهدنا دنیا و دینا وامنح الاسلام نصرا ربنا نصر مبینا. یا اله العالمین برای ما هدایت عنایت بفرما که از بندگان نیکوکار و خدمتگزار دین، وطن، مردم، سرزمین و ملت خود باشیم. حسب فرمانده ناصری صاحب، خدایا بر ما توان عنایت بفرما که با همه قدرت، با کمال بصیرت، با استفاده از فرصت مصدر خدمت شایسته و وایسته با وطن و مردم و سرزمین خود قرار بدهیم. انت ولینا فی الدنیا و الاخره توفنا مسلمین و الحقنا بالصالحین. منت خدایی را که سزاوار منت است، لطفش عمیم و صاحب احسان نعمت است. از لطف اوست ورنه بنی آدمی کجا سرتاج عالم است و نشانش کرامت است. دنبال آفتاب رود سایه صبح و شام، هر جا حق است از عقبش تیر تهمت است. آزاده زیستن به جهان رمز زندگی است، در دام دانه رفتنش آخر ندامت است. خداوندا پروردگارا به لطف و کرم خودت برای ما هدایت بفرما که همیشه در صف مردانیم قرار بگیریم که با همه قدرت، با کمال بصیرت، با استفاده از فرصت‌های زمانی مصدر خدمت شایسته و بایسته با وطن و مردم خود و او چیزی را که ما میگوییم خداوندا توفیق عمل برای ما عنایت بفرما که ما باز هم در خدمت وطن، مردم، قوم و سرزمین خود باشیم. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خدا آن ملتی را سروری داد که تقدیرش به دست خویش بنویسد. با آن ملت سر و کاری ندارد که دهقانش برای دیگران کشد. خدا ما را هدایت عنایت بفرما که همیشه مصدر خدمت به وطن خود. و صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی آله و اصحابه و من تبعهم بإحسان و دعا بدعوته و جاهد فی سبیله الی یوم الدین. آمین. بسیار یک دو نفر از اطراف ایستاد شدن، دوستان پیش ایستاد شدن که زرگش گیرباری معافیتون زیادتر شد. پاستیلا رو بکش کن، مثلا بسته کنی که کمی خود نمیشه که این کاری شما است واقعا. مبارک رئیس پیش ایستاد نمیشه پاری نفر ایستاد مربوط تخوری تو است از من بیادار از من رئیس چیکار کنه رئیسی تو نفر رئیس ایستاد تو بچه سرداری تو است کمرش بسته که جلال سید کمی فاصله بگیریم میدانه که دکتر خوب معلوم شود میدان سیدان از دورتر بگید جان بسته کنید سید خوب مکان بسته که خطا نخوره جلال سید چه هست کجا جای نزدیک نیست که جای نزدیک نیست باد و باران هم به نظر میگه مبارک باشه مبارک خب یک دعا بتین برای از اینا که خداوند کماندان زاکر جانشین پدرش قسم قرار بده که راه و رسم پدر خود تعقیب کنه. خداوند برای از چنان همت بده که
تمام ماورای کوکچه را در کنار جنرال سید محمد اکرم زمچی ایستاد شود و 6 ولسوالی ماورای کوکچه را بتانه خدمتی بلوچ بکنه و همیشه باید دروازش برای مردم باز باشه و خدمتگار مردم باشه و عمری دراز برش نصیب بکنه و روح پدرجانش الله شاد داشته باشه و برشان عمری دراز، خوشبختی، تنی صحت و جانجوری آرزو میکنیم و بدون الله توفیق. این تقدیرنامه هم از جانب رئیس برای تقدیم شد. سلام عبید. خب نفر دوم رئیس پوهان سید، رئیس شکردره، رئیس ولسوالی شکردره. پوهان سید بزرگ دیگری از سرمایه. این سرمایه دور برو، باشه میشه نزدیک باشید. بیارین که چپانی پوهان سید رو بیارین. ریش سفیدا پیش استاشه بین. بیاین دو نفر دیگه خانزاده سید ولسوالی شکر یا سردار سید شکر داد کنید سردار سید چپ چه کنید دشانه پوهان سید پتو که هم سن سال و هم تبی خودت است دشانه ایش پتو دشانه ایزی دشانه ایزی رئیس نواچه استاد شده کنارش استاد شد همینجا دلتا او درجه کرد دلتا او درجه کرد استاد شده خالی استاد شده ما به پیشگاه خداوند یکتای به همتا تعهد میسپارم که با همه قدرت، با کمال بصیرت، با استفاده از فرصت‌های زمانی در دفاع از وطن، استقلال، حاکمیت ملی و وحدت ملی در افغانستان پیش قرول خواهم بود و هدایات و فرمایشات جناب ناصری صاحب را انشاءالله تعالی مظهر خدمت شایسته و بایسته خدا توفیق بده و هدایت بده که ادا کنیم. انشاءالله با پیشگاه شما دوستا قوم بزرگ وعده میسپارم که با همه قدرت خود خدمت میکنم. دعا کنیم که خداوند استاد بزرگوار پوهاند عظیمی سیب هیوادوالا قوتی بزرگ نصیبش بگردانه و خداوند بر یزی همتی بیشتر نصیب بگردانه و خداوند به تمام عزتی نصیب بگردانه که در شکردره چنان مصدر خدمت شود که همه بلوچ ها برش افتخار بکنه و عمری دراز برش میخواهیم. شخصیت دانشمند، سرمایه معنوی بلوچ خداوند در حفظ خود داشته باشه. اکنون نوبت میرسه برای پیمان و وحدت همبستگی ملت بلوچ و قوم ناصری. از مشاور وزیر سیب احترامونه تقاضا میکنیم تشریف بیارن اینجا. پوهان صاحب ده خطا خانزاده سیب عظیمی صاحب کجا شد؟ عظیمی صاحب بسیار دور دور میری بخدا نمیتونم که نه کلا چپا خودت چپم بگیرید چپا دی خودت که دی خورا سی. ده خود که روزی دی خودت که زبه خیلی زیاد نفرید معلوم شدین دور استاد شدین کم فاصله بگیرید که میدان کلان شود. چرا بگید تقدیر نامه است خواندن یزیدی سلامت باشین. سلامت باشین. یک جان تشکر. برای جناب ناصری صاحب که قبلا هم براتون گفتم مشاور وزیر صاحب که بیش از 20 سال دوستی داریم و تقریبا از آوان ایجاد شوراهای قومی که 14 سال بگذره دوستی و صمیمیت مابین ملت ناصری و اقوام با عزت و شجاع بلوچ چنان مستحکم هست در افغانستان که اگر شب هم بالای ناصری صاحب صدا کردیم که مشکلی بالای قوم ما آمده یقین بکنین 1 بجه شب بوده 2 بجه شب هم بوده این آدم خود به اون موقعیت رسونده گفته بلوچ ها یک بازوی ماست. مثل که در زمانی احمد شاه یبدالی گفته بود احمد شاه یبدالی خودشان به زبانشان گفته بود که بلوچ و پختانه یو سر و یو تن بید بلوچ نمی پختانه په یو پشه پاتې او ناصری هم د بلوچان سره یو سر و یو تن دی چې ناصری نمی
بلوچ هم پایو پشاپاتی دعا کنم. قربان بر دعا کنیم یک باشید دقیقه ما صحبت‌های باید خود صحبت جناب نکنیم. ناصری صاحب بشنویم. بلوچو د قوم د بلوچ قوم او د ناصر قوم همیشه داخل کورونه دي سکورونه دي او ښه دوستان دي ښه عزیزان دي ساله سلام د سیندولي کړي رفاقت کړي آشنایي کړي او په غیرت کړي نو خدای دې تمام افغانستان خلکو ته توفیق دا ورکړي چې د خپل وطن جوړ کړي او په صلح کې په آرامش کې ښه آرامش دی ښه صلح ده او زه د تمام افغانستان د خلکو نه چې بیرون دي زه ونه دا هیله کوم چې راشي خپل وطن ته دا وطن ټولو لاس په لاس باندې وطن د خپل جوړ اتفاق وکړو اتحاد وکړو دا زموږ او تاسو کامیابي ده دا د الله په نظر کې هم کامیابي ده دا د وطن په نظر کې هم کامیابي ده نو خدای پاک د ټولو ته موږ او تاسو ته توفیق راکړي چې دا وطن جوړ کړو په ښه فضا کې په ورورۍ فضا کې په صمیمیت کې او یو جهان تشکر د سردار جنرال صاحب غلام نبی خان او قضاوتپوه حمید الله خان د ټولو نه دا تشکر کوم چې تاسو زه ډېر وړکۍ سړی یم تاسو ماته ډېر لوی افتخارات وبخښه خیر سي کور ودان یو جان مننه او خدای دې ماته توفیق راکړي چې همیشه ښه کارونه وکړو او د اتحاد او اتفاق په فضا کې افغانستان جوړ یو جان مننه خیر سي جنرال صاحب سلامتی خیر سي تبریک بگیم برای هر وطن تبریک باشه. قضاوتپوه صاحب تشکر یو جان تبریک باشه. یو جان تشکر رئیس عزیزی ناصر. السلام علیکم تشکر خیر سي مشاور رئیس کسی باشه.